روزی کارمندان ساحه طب در تولدخانه ولایتی به نام اغلای شمس‌الدین تجلیل کرده شد. از جانب سرطبیب مؤسسه مذکور قید گردید که روزی کارمندان ساحه طب امسال به 1045 سالگی زادروز عالم، فیلسوف و حکیم تاجیک ابوعلی ابن سینا موافق آمد که آثار گرانبهایش گنج بی‌بهای علم و راهنمایی تمامی طبیبان عالم به حساب می رود. امروز تولدخانه ولایتی چون یک سرپرست بهره رساندن یاری متدی و مصلحت به دیگر طبیبان تولدخانه های شهر و ناحیه های ولایت سوق خدمت مؤثر می‌رساند. تولدخانه به سطح سیوم تعلق داشته مؤسسه کمک تولدی میباشد که به زنان کمک تخصصی اکوشری از جمله پیشبرد تولدهای عارضه‌ناک، بریش قیصری و کمک نیاناتولوژی را به نوزادان نورسیده و از آن زیاد کمک تشخیصی و طبابتی را به زنان می‌رساند. کارمندان مؤسسه صاحب تجربه بوده حفظ سلامتی مادر و کودک را از وظیفه‌های اولین درجه خود می‌حسابند. صاحب تجربه طبیبانی با حرف کلان همچون انسان و هم تجربه از همه زیاد داشته در سطح جمهوری یکی از مؤسسه ما به حساب می رود، چون که در اینجا به ساکنان تمام ولایت سوخت خدمت رسانی گذرانیده می شود. دکتران همینجا همین مؤسسه، کارمندان میان ساحه از جمله مامادایه ها، همشیره هایی که بسیار تجربه بلند دارند در اینجا فعالیت میبرند. تجلیل عید کسبی کارمندان ساحه طب در روزهای تجلیل می‌گردد که ساکنان سربلند وطن محبوبمان با تجلیل 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همطرفه آمادگی می‌بینند. در دوران استقلالات دولتی تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مبلغ گذاری به ساحه تندرستی از جمله به حفظ مادر و کودک پیوسته تقویت بخشیده شده. به تحکیم پایه‌های مادی و تکنیکی آن، خریداری تجهیزات معاصر طبی، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی صاحب اهالی و تربیه متخصصان توجه خاص ظاهر گردید. در تولدخانه ما شعبه نوزادان از 3 زیر شعبه عبارت می باشد. شعبه احیای نوزادان که عینها ما در اینجا برای 20 نوزادان جهازانیده شده است. شعبه پر از دستگاه‌های معاصر که ما می‌بینیم، دستگاه‌های دستگیری ریسپیراتوری، دستگاه‌های گذرانیدن مانیتوری پارامترهای اساسی کودکان، این دستگاه‌ها اینکوباتورها برای آن محیط داخلی بطن مادر را مهیا کردند. همه چیز در اینجا وجود دارد و از این سبب آن کودکانی که آن نوزادانی که از حامله‌داری مرکب تولد شده لاقل توجه می باشد و عملیات‌های طبی طبابتی پوره طبی را محتاج هستند، در همین شعبه ما نگاهبین می‌کنیم. کارمندان پیشقدم و نوآوری تولدخانه ولایتی به نام اغلای شمس‌الدین و به مناسبت عید کسبی با سپاسنامه و افتخارنامه‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت قدردانی گردیدند.